بشه کرمون شدگی بتون. امروز میخوایم در رابطه با این صحبت کنیم که کرمون شدگی بتون در چه حدی باشه و چجوری میتونیم قابل قبول تلقیش کنیم و اگر یه موقع کرمون شد چه راهکارهایی براش داریم یا میتونیم داشته باشیم و در چه مرحله‌ای میتونیم اینو بپذیریم و اونو درستش کنیم یا باید دستور تخریب بدیم. اینو حتما با من همراه باشید تا نکاتشون بهتون بگم. بشه کرمون شدگی بتون. امروز میخوایم در رابطه با این صحبت کنیم که کرمون شدگی بتون در چه حدی باشه و چجوری میتونیم قابل قبول تلقیش کنیم و اگر یه موقع کرمون شد چه راهکارهایی براش داریم یا میتونیم داشته باشیم و در چه مرحله‌ای میتونیم اینو بپذیریم و اونو درستش کنیم یا باید دستور تخریب بدیم. اینو حتما با من همراه باشید تا نکاتشون بهتون بگم. ببینید یکی از مواردی که میتونه اتفاق بیفته همچین چیزی هستش که ببینید یعنی اتفاق خاصی نیفتاده و فقط ما اگه یه ذره با انگشت یا هر وسیله دیگه‌ای بخوایم اینو در واقع بهش ضربه بزنیم می‌بینیم که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. ما در این موارد میتونیم کاری که انجام بدیم قطعاً قابل قبوله، یعنی این بتون قابل قبوله و مورد خاصی نداره و واسه اینکه کارمون بهتر بشه حتی اگه اینجوری هم رهاش کنیم هیچ اتفاق خاصی نمیفته، ولی واسه اینکه بهتر عمل کنیم و در واقع پایه‌ی بتون و میلگرد بره بالاتر ما میایم اون لایه‌های نازکی از در واقع شیره بتون و سیمانی که روش قرار گرفته رو میتراشیم. حالا با چکش خیلی نرم ضربه میزنیم که اینا در واقع از بین بره. حالا میبینید همینجور که میبینید پایینش یعنی پشت این خالی مونده و اینو میتونیم نهایتاً بیایم کاملا با برس تمیز میکنیم که هیچ پلیسه روش نمونه و بعد از اون میشوریمش و زمان بهش میدیم تقریبا خشک شد و خشک شد ما میایم از ترمیم کننده استفاده میکنیم برای ترمیم این نقطه و اون چیزی که قابل در واقع بررسی هستش اینه که و قابل تأمله اینه که ما حتما یعنی از اون مسائلی که استفاده میکنیم برای ترمیم این ستون و کرمون شدگی در واقع این شن‌نماست. خب واسه شن‌نما ترمیم از ترمیم کننده که استفاده میکنیم دقیقاً مثل بتون باید کیورینگش انجام بشه، یعنی شما 7 روز مرتب باید بهش آب بدید که اون عمل آوریش تکمیل بشه و عملکرد خوبی بر ما داشته باشه. بله اینجا هم ملاحظه بفرمایید. ببینید این یه دیوار برشی دیگه توی ساختمون دیگه است که باز میبینیم به همین شکل شن‌نما شده. در واقع این مورد خاصی نداره و قطعاً با ترمیم کننده اوکی میشه و نیاز به ترمیم در واقع اصولی و خاصی نداره. اگه ما در واقع یه جوری کرمون بشه که میلگردهای طولی و عرضی مشخص باشه و اینکه کرمون شدگی در واقع اون تخلخلی که هستش داخل ستون و دیوار برشی هم رفته باشه، در اون صورت ما باید بیایم از در واقع یه اکیپ که صاحب نظر هستش استفاده کنیم که معمولاً از پرایمر استفاده میشه. یه پرایمر رو میلگرد زده میشه که از خوردگی جلوگیری بشه و همچنین با ترمیم کننده های الیافدار ترمیم میشه و اگه باز در واقع یه ذره از این بیشتر باشه و تا عمق ستون رفته باشه، در اون صورته که ما متاسفانه مجبوریم که دوباره اون عضو بتونی رو از بتون تخلیه کنیم و دوباره بتون ریزیش رو انجام بدیم. موفق و مؤید باشید. حتما سابسکرایب کنید و لایک هم یادتون نره. سپاسگزارم. همونجوری که ملاحظه میکنید ما همچین موردی رو توی این ستون داشتیم و اومدیم با ترمیم کننده اول اینکه
اومدیم کلا پلیسه ها رو جدا کردیم و نهایتا اومدیم از ترمیم کننده برای ترمیم این ستون استفاده کردیم و کیورینگش هم مرتب مثل بتون انجام دادیم که در واقع پایه‌های خوبی هم داشته باشه.